بعضی زورها را رنگ همو کانر مگرگرم همه بدبخت همه گاه پاشا در بلوز خال میمونم گاه همه ایتا میکنه گاه اوتا میکنه گاه هزار نغمه کرد برای همین به تکلیرها روی عالم همین کانر درزه اینا جنفید مجخش کرد شرمندش کرد خارش کرد پیانزکه گشته اینا تمام مثل همه وارد همین نمروده که جا میزد داد میگی یک پشه بشتر یک پشتک پشه تکی نابود شد در جنگ احد برادران ابی ابن خلف یک آدم در این قدر جنگ ها پیامبر را ببینیم یک آدم به قتل رسوندگی تمام ایداسی پیامبر یک آدم کشته او هم کی است ابی ابن خلف لعنت الله علیه یک آدم زیرا پیامبر همیشه کار میکرد که با صلح با مصلحت همه کار انجام بیاد با خونریزی نیست همون بسیار حرکت کرد که پیامبر را به قتل برسونه و نام شکل در جهان شناخت حضرت همین یک مشت زد یک مشت تمام یک مشت زد همین بین اینمی فوکش بین همین قرطق زد همین یک پش زد میگه از پایانشی پیش قوم شد قومی که اگر همه تکیه با اوبای داشتن سلشکرمون همیه وقتی رفت میگه رنگی گو بو حس میکرد که گفتن یگان جد خونالود نیست هیچ یگان چی نیست چی میگوی این گو مشت نبود این مشتی آدمی نبود این چیزی بود که احساسی که من در درون میکنم اگر همین درد و دهم تقسیم کنم گفت همین وادی را آواز میگیرم این بزرگی الله است بزرگی دینه انا همون خدای توانا انا همون خدای بزرگ این هدیت های داره ما را میگه که و عاشرهن بالمعروف خدا به این روزی رسونده که زن گرفتی و این نعمت خدا که من موفق کردم با این آدم که مناسبت معامله خوب ببین با این مناسبت و معامله خوب کن زندگی خوب کن برادر عزیز میدونین تضاد خوب حقارت های این اما الله میگه زندگی خوب کن تو زندگی خوب نمیکنی تو میاری به حق زنک ظلم میکنی در حق زنک ظلم میکنی حق زنک هم پایمال میکنی زنک هم پدرش را دشنام میکنی مادرش را دشنام میکنی اولادش را دشنام میکنی برادر عزیز قسم با بزرگی خدا برای هر یک حرف در پیش خدا جواب میده هر حرف در پیش خدا جواب میده یا آدم سوال میکنه بابای دانلو من همین زنم که در دهن کلام کنم همین زنک طلاق میشود من گفتم چی به این زنی تو چی میتری حقارت میکنه تو خیلی یگان حقارت کردی او خیلی حقارت چی حقارت خیلی من با چش دشنام کنم و تش دشنام کنم خود چه دشنام کنم گفتم چی به حقارت طلاق میشیده به حقارت نمیشیده ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکنه ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد خواه تاجیک است خواه عرب است خواه روس است خواه امریکایی است کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد من ندانم لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست این قدر دانم که با ما آشناست من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است برای من چی لازم همین قدر میدانم که او آشنای ماست او شفاعت کننده ماست برای ما خواه ملت عرب است خواه ملت تاجیک است اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست
السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر با عصبانیت و با مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جواب نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است، زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدین، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشی، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنیم خدا مادرش رحمت مغفرت گورش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر درازی با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال هایی که باقی مانده است انشاءالله میبینیم جمعه آینده کنی با شاید به جمعه های آیندهش باز یک سوال جواب دیگر انشاءالله تشکیل میکنیم.